امیر جونم. میخوام با این یارو مبارزه کنم. نیما بی خیال، یارو ارشد باشگاه تو جلسه اولته. خب چند کیلویی تو؟ 55 تا. یارو 150 کیلوه. خب که چی؟ روزی 50 کیلو میرینه. چی شده امیر؟ دستکش قرمزامون بهم داری. خب کردم فدای سرت دادش، اشکال نداره. پولش هم نهرم بهت بدم. خدایا این قربانی رو هم من بپذیر. نیما چطوری؟ امروز اصلا باهات حال نمیکنم، برو گم شو. ولی از قهرم اکس کار میکنم بیشور تو. نیما وازلین داری؟ ندادش. داش وازلین داری؟ آره پهلوون بفرما. شما کرد. آری کلا پهلوون چپ فینت. استاد این مدل آموزش شما به نظر صحیحه؟ از چه نظر؟ احساس میکنم خیلی دارین از خشونت بچه ها ببریدش. آری کلا پهلوون استاد ببخشید آقا